بازمانده ای از نسل دایناسورها. کروکودیل خزنده‌ای به ظاهر آرام اما بسیار خطرناک. همین موجود ترسناک از گونه یابشور اینجا در ملاگیر در مزرعه کروکودیل پرورش داده می شود. 53 سر وارد کردیم و از این 53 سر چون قبلا وسایل گرمایش رو نداشتیم، بعد از اینکه گاز کشیدیم تلفاتمون خوشبختانه به صفر رسید. هر کیلو گوشت این حیوان حرام گوشت $68 است که مصرف داخلی ندارد و پس از بهره برداری به کشورهای مختلف صادر می شود. بیشتر کشورها اروپای غربی، برزیل، آمریکا خواهان پوستش هستند. سن 4 سالگی 500 برابر آنتیبیوتیک‌های موجود در بازار قوی هست. از دندان‌های کروکودیل برای کارهای تزئینی مثل دستبند زنانه، گردنبند زنانه، دست کلید استفاده می‌کنند. حفظ سلامت این موجودات نیز بسیار دقیق و حساب شده است. دمای لازم برای پرورش کروکودیل بین 28 تا 34 درجه، هم آب هم هوا. اگر این دما بالاتر بره میتونن تحمل کنن، ولی اگه پایین‌تر بیاد براشون خطرناک میشه و باعث مرگشون میشه. و حالا با تکمیل ظرفیت این مزرعه برای استفاده هرچه بیشتر در حوزه گردشگری و تجارت تلاش می شود. مزرعه کلا یه مزرعه ترکیبیه، یعنی 6 تا فاز داره. فاز اولش کروکودیل بود، فاز بعدش هتل و 2 تا پارک آبی زنانه و مردانه، پیست موتور 4 چرخ است. و با شروع کرونا این موقع کشتارشونه، چون از 4 سالگی بیشتر بشن پوستشون فنسی میشن و اون انعطاف قابل توجه برای تولید کفش، کمربند و چیزهای دیگه ندارن. تقریبا 2 سال طول میبره تا به اندازه 1 تا 1.5 متری برسن. 1.5 متر یعنی الان این 2 سالشون؟ بله تقریبا. اشتباه نکنید، کروکودیل تمساح نیست. کروکودیل پوزش به صورت وی شکله ولی تمساح به صورت یو شکله. تمساح‌ها ارزش تجاری ندارن. کروکودیل پوستش جوری هست که شما نیم ساعت فندک بگیری زیر پوست نمیسوزه. ارزش تجاری این گونه جانوری از گوشت، دندان تا استخوان و خون آن است که کاربرد صنعتی و پزشکی دارد. از استخوانش بعد از اینکه پودرش میکنه و فناوریش میکنن برای سرطان پوست استفاده میشه. در داخل خون کروکودیل عاملی هست به نام کروکودولین که ما همه رو متوقف کردیم که انشالله اگر کرونا پایان پیدا کنه اونم درست میکنه. به گفته این کارآفرین از 38 کروکودیل موجود در مزرعه‌اش پیش بینی می شود حدود 6 تن گوشت، 38 طاقه پوست و حدود 20 میلیارد تومان ارزآوری داشته باشند.